به نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. سلام و درود بر یکایکتان شنوندگان عزیز. امروز خواستم بهراتون قصه رو نقل کنم. نام قصه به ایمانه که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلام سلام فرستاد. در آلمان یعنی در گرمانیا یک ترک همچون مهندس شده کار میکرد. او طول چندین سالها مشهور در آن زواد کار و فعالیت داشت و روز نیت کرد، یعنی خواست که به زیارت خانه خدا و زیارت قبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلام رود. او با این نیت به نزد دیرکتوری زواد برآمد. بعض دیرکتوری زواد آلمانی بود. آنها دوستان جانی بودند، چون طول چندین سالها میشد در یک جایگی کار میکرد. و از دوستش پرسید، یعنی ترک از آلمانی پرسید، گفت دوستم به من اجازه ده یک چند روز استراحت کنم. آلمانی باشد گفت سببش در چیست؟ ترک باشد گفت سبب ندارد. آلمانی باشد گفت اگر به سبب باشد به تو اجازه دادن نمیتوانم، چون ما در وقتی قرار داریم که به نهایت کار با مشکل است، ما به تو نیاز داریم. ترک رو باشد غضبش آمد و در حال عریضه از کار خارج شدنش رو نویسید. آلمانی را هم باشد غضبش آمد در حال امضا ماند و پیش از ورق را به دست ترک دهد از او پرسید، گفت دوستم این چی سبب بود که اینقدر دوستان جانی بودیم رشته دوستی ما را از بین برید؟ ترک باشد گفت میخواهم به خانه خدا و به زیارت قبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلام بروم. آلمانی باشد گفت اگر این خیل باشد تو خارج نیستی، میتوانی رفته زیارت کنی و بعدا باز بیایی و سلام ما را به حضرت محمد صلی الله علیه و سلام برسان. ترک باشد پیش از آنکه به مکه و مدینه را برود، خواست اولا به عیادت پدر و مادر برود و یگان مژده داشته باشد از آنها به مکه و مدینه برد. یعنی چندین سالها میشد که پدر و مادر را ندیده بود ترک و به ترکیه پرواز کرد. پروازش به مکه و مدینه سحر بود. خواست پیش از پرواز کردنش به آلمان زنگ زند، یعنی به دوستی آلمانیش. وقتی تلفن رو گرفت میبیند که دوستش از آن طرف خودش زنگ زده ایستاده است و از این طرف گفت سلام. از دوستی آلمانیش فقط صدای گریه بود، یعنی فقط آواز گریه بود. ترک هرچند کوشش میکرد بپرسد که دوستم به تو چی شده است، اما نمیتونست، چون از اون طرف صدای گریه بود. و چند لحظه پس خاموشی رو پیشگیری کرد، یعنی آلمانی خاموشی رو پیشگیری کرد. ترک باشد پرسید دوستم به تو چی شده است و بعد چند لحظه جواب داد، گفت دوستم خواب دیدم. ترک باشد گفت چی خواب دیدی؟ آلمانی باشد گفت خواب دیدم که یک مرد نورانی، یک مرد زیبا به نظرم آمد. گفت من پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام هستم. دیروز تو به من سلام فرستادی، خواستم آمده به تو جوابش دهم. آلمانی آنچنان گریه کرد و گفت من باور کردم، با پیغمبر بودن محمد صلی الله علیه و سلام باور کردم و به خدا یک و یگانه ایمان آوردم و کلمه شهادت را به زبان آورد. دوستان این بود قصه به ایمانی که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلام سلام فرستاد. دوستان دستگیری شما پیش روی ما است. در کانال ما ابونه شده ما رو با لایک دستگیری نمایید. واقعی در پناه الله مهربان باشید.